مرکز مطبوعات کمیته التوی فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 25 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 10 صبح یک کودک 6 ساله از دهه سبززار جماعت دیات لنگر شاه نویه تاجیک‌آباد در دریای شورک غرق شده است. گفته می شود این کودک صبح 25 اپریل همراه دوستان با مقصد چراندن چاروا از خانه برآمده است، ولی هنگام گذشتن از دریاچه شورک پای این کودک لغزیده است و او به دریا افتاده غرق شده است. جستجوی جسد کودک معصوم قریب تمام روز طول کشید و تنها ساعت 18:20 جسد او را تقریبا 200 متر پایین‌تر از جای غرق شدنش پیدا کرده به دست مقامات حفظ حقوق سپردند. کمیسیون التوی فوق‌العاده تاجیکستان با اظهار همدردی به نزدیکان طفل غارمرگ یادآور شده است که چندین بار از ساکنان خواسته بودند که در روزهای بارانی از انجام کارهای چون کارهای صحرا، چرانیدن چاروا در کوه‌ها و امثال این حد الامکان خودداری کنند، ولی متاسفانه ساکنان به این مشورت‌ها گوش نمی‌دهند و این به چنین حادثه‌های فاجعه‌ای مثل مرگ این طفل بیگناه آورده می‌رساند. کمیسیون التوی فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 23 اپریل سال 2024 نزدیک به ساعت 13:30 دقیقه هنگام چارواچرانی در چراگاه کوهی یک ساکن 17 ساله دهه سبزار جماعت دیهات بونجکت نویه شهرستان ولایت سوخت بر اثر رعد و برق در جای حادثه جان باخته است. کمیته التوی فوق‌العاده گفته است تا 30 اپریل در تاجیکستان آب و هوای نامساعد پیش بینی کرده می شود و به این دلیل بار دیگر به ساکنان و مهمانان جمهوری مشورت می دهد که در این روزها از انجام کارهای صحرایی، چراندن چاروا در مناطق کوهی، رفتن به شکار و مویداری یا جمع‌آوری ازم و چکری و دیگر گیاهای کوهی حد الامکان خودداری کنند و حیات خود و نزدیکان خود را حفظ کنند.